با 3 گرم مواد مخدر دستگیر می شود، از 3 ماه گرفته اضافه تر به حبس محکوم شده می کنند. این زنان و بشری جامعه افراد و لازم تعيش وعشتك ونختار لكن وتشون دبر بالوي. داسې فرصتونه د افغانستان د صنعت او تولیداتو لپاره ډېر یو ښه فرصت دی چې در 3 بخش فعالیت داریم. بخش معدن است و بخش سرک است و ریلوی است. دستگاه لاس بسیار دستگاه ظریف مقبول هستند. یه از چند بز هستند که خودمون جور میکنیم. پیام ما برای اونهایی است که هر جای وطن نمیشه، وطن است. همینجا بیاین سرمایه گذاری کنین، اگر داخل هم پیدا میکنین بیاین سرمایه گذاری تان ایجا کنین. خب نمایشگاه این رقم فرصت ها بسیاره که فرصت های خوب است برای تجارت ها، برای شرکت ها یا با صنایع کوچک باشه چی بزرگ باشه که انکشاف کنن، رشد پیدا کنن و این بسیار گام مثبت است. یا از دست خود ما است. بله. دیگه از جام است، جام ایرات است، دیگه از سنگ‌های مختلف است. سنگشان مقصود است، سنگ لاجورد است، سنگ رخام است، دیگه سنگ‌های مختلف نوع است. تحلیل و تجزیه آنهاست. ما میگیم که 100% مواد مخدر در افغانستان ختم شده. به هیچ نقطه افغانستان، به هیچ فرد، به هیچ گروه اجازه داده نمیشود که در سرزمین افغانستان کسی یک نقطه مواد مخدر را پیش گیرد. اگر کسی هم انجام دهد تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد و قانون نهایت سخت در این باره از طرف امارات اسلامی افغانستان ساخته شده. اگر کسی با 3 گرم مواد مخدر دستگیر می شود، از 3 ماه گرفته اضافه تر به حبس محکوم شده می کنند. در بعض ساحات ما با مشکلات هم مواجه بودیم. یا مردمای محل یا دهقانا کوشش میکردن که دوباره کش کنند. اما امارات اسلامی افغانستان قاطعانه در این راستا مبارزه کرد. الحمدلله 100% در افغانستان کشت مواد مخدر برای فعلا منع شده است. کدامی هم باشد، کدام جای بود کرده باشد اونا را میکشد. اما در مسیر در هر جا به دست نیروهای امنیتی هستیم، اونها محکوم به حبس هستند. اما بازم به این راستا کسایی که همیشه میگفتن از مواد مخدر شکایت میگفتن ولی این جرأت ندارن بگویم که شما کار خوب کردید. باید برای ارائه کشت بدیل همه دنیا با افغانها همکار میشه. برای دهقانهای غریب باید کشتهای بدیل ارائه میشه. اما متاسفانه به این راستا کدام کار قابل ملاحظه صورت نگرفته است. و تامین امنیت الحمدلله یک دستاورد بزرگ برای ملت افغانستان است. امروز همه ملت افغانستان بدون هیچ گونه تشویش شب و روز به هر نقطه افغانستان بخواد گشت و گذار می‌کند. اون ملوک طوایفی که در اینجا وجود داشت همه ختم شده است. مردم شرق در غرب رفتن نمی‌دانند، شمال به جنوب رفتن نمی‌دانند. امروز اون مسائل هم با ختم است. همه افغان‌ها یک برادر، یک ملت واحد است.
کسی اگر قانون را اخلال کند از طرف نیروهای قضایی و از طرف نیروهای امنیتی شدیداً امر از اونها برخورد صورت می‌گیرد. قطعاً کسانی که در اینجا و کشت مواد مخدر دست داشتند و قاچاق مواد مخدر دست داشتند یا دیگر منافعی که در دست داشتند، طبعا اونا امروز او کار انجام دادن نمیتونند. طبعا در کشورهای اروپایی یا در دیگر کشورها نشسته هستند شب و روز پروپاگانده. اما واقعیت دیگه چیز است. اینجا ملت افغانستان رو مشاهده می‌کنید. کسایی که در افغانستان آمدن اونها حقایق را به چشم خود مشاهده می‌کنید. الحمدلله برای سندکارای ما تسهیلات خیلی زیاد از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت گرفته است. و یاد ماست که جناب امیرالمؤمنین صاحب حفظه‌الله در اینجا و مسئولین وظیفه دادن تا اینکه همراه تاجرای ما، همراه صنعتکارای ما در بخش‌های مختلف باید تسهیلات صورت بگیرد. در 25 موارد ما روزها کار کردیم تا اینکه برای تاجرای ما، برای صنعتکارای ما تسهیلات انجام شد. همه را امیرالمؤمنین صاحب تایید کرد و همه صنعتکارای خود، چی صنعتکارای داخلی خود ماست، چی صنعتکارای بین‌المللی هستند، از دیگر کشورها می‌خواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. ما مکمل اونا را حمایت می‌کنیم. در همه بخش‌ها تسهیل می‌کنیم. در پارک‌های صنعتی برایشان زمین داده می‌شود. و چند وقت پیش از طرف امیرالمؤمنین صاحب گفته شد کسایی که در یک بخشی اگر سرمایه گذاری کنند افغانستان به اون نیاز داشته باشد تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف است. یا صنعتکارای خود ما، تاجرای خود ما که در دیگر کشورها زندگی دارند اگر بیایند به وطن خود در اینجا سرمایه گذاری کنند برای از اونها تسهیلات ویزا در نظر گرفته شده است. تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف میباشد. ماشینالات خود در افغانستان میارند هیچ نوع تعرفه و عاید نمیشه. در پارک‌های صنعتی مفت برایشان زمین داده میشه. خانه داده میشن برایشان. اگر 2 موتر دست افغانستان رو با خود بیارند از هر گونه مالیه معاف است. دیگر تسهیلات‌های خیلی زیاد در اونجا در نظر گرفته شده. امارت اسلامی افغانستان مکمل صنعتکارای خود، تاجرای ملی خود مکمل حمایت می‌کنیم. ما کوشش می‌کنیم افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل کنیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء محترم اداري مرستیال اسلامی امارت وزیران الشورا غړیو او بهرنیو استازو پانګوالو حکومتونو کې ځینې ملتونو کې د ټولو قدمونو حاضرینو ته اجازه نن د صنعت معادن په ملي او نړیوال نندارتون کې مجلس ته داسې خلک دي د الله تعالی په فضل او مهربانۍ پروا اسلامي نظام حاکم ده او سرتاسري امنیت تامین کوم چې
د انساني حقوقو د رعایت لپاره له اولي ضرورتونو سره د امن او امنیت یادونه الله تعالی په کلام کې کړې ده چې او نعمت په توګه باندې اظهار کړی ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم چنان و د افغانستان خلک د امنیت په نعمت باندې تر ټولو ښه دي، ځکه چې څو لسیزې یې د محدودیت په حالت کې دي کړي. موږ لیدلي چې له نن 15 کاله مخکې د هر افغان په خوله باندې همدغه ارزو او تمنا وه او د الله تعالی نه دغه دعا وه چې الله تعالی یو سرتاسري امنیت راوړي. قدرمنو، دویمه خبره د مشکلاتو د حل یا خصوصا په اقتصادي برخه کې او د اشتغالزایي او د فقر د ورکولو دغه د خپل ارتقایي په طرف باندې ګړندي قدمونه اخیستل. نن حکومتي انګېزه هم همداره اسلامیت مطلب دا په خپلو لګېدلو کې راوستلی ده او ډېرې خبرې دایې ده د ابتدا نه تر اوسه پورې ژمن پاتې شوی. تبديل راس مجالس التدبير لاندي فلسفه تدل شاليد بودي هغداري شيء انسانيته ده انسانان وبشري جميع افراده تاسو تعيشوا عشرة من يختل لكن ما تشون ما بربادوي تاسو بالآياني شان ما يدخل شون ما بصرفوي تاسو لا يختل شون هر دقيقة غنيمة وبري دا بهو شان ما بصرفوي لکه پر وینټیلیټر باندې چې عمریست مصنوعي صاحب باندې پروت وي انتظار د دې باندې چې کله د ذکرګل اخري سپلیس یا د کار د اوس باندې ستاسو دشمن شیطان طاغوت او د هغه پیروکار هغه په ډېر قوت سره په ډېر متانت سره په ډېر سعی او کوشش سره په ډېر متنوع جدوجهد سره ستاسو پر ذهنونو باندې کوشش کوي، ستاسو پر ترجیحاتو باندې ځان موثره کوي، تاسو په هغو بچیانه او طفلانه کارو باندې مصروفوي چې ستاسو ژوند در برباد، ستاسو د ژوند اولویتونو او ترجیحات در برباد کړي، تر څو دی خپل شمعه ظاهر چې په هماغه اوله ورځ د تخلیق د عالم دی د الله په مخ کې قسم اخیستی و چې زه به ستا بندګان ستا د لارې څخه دفاع کوم. موږ باید د بل چا په هغو شومو قوانینو اساساتو پدیدو طرزالعملو ته محتاج ونه اوسو. موږ یو عظیم قوم یو، د دې قوم د رهبرۍ او هدایاتو لپاره د دې قوم خالق یعنې د بشریت او د ټولو کائناتو خالق
الله رب العزت چې کوم هدایات د قرآن عظیم شان په شکل کې نازل کړي دي هغه تر یوم القیامت پورې په صنعت کې په تجارت کې په سیاست کې په عسکریت کې پرون هم نن هم خبردار ځان به مقتدي جوړوي ځان به مقتدا جوړوي وایي چې الله رب العزت تاسو ته د اقتدا طریقه ورښودلې ده تاسو یې مقتدایان کړي هم یاست لهذا د فخر و افتخار ځای دی د ابتدا منصب چې ستا څخه اخیستل شوی و باید مبارک ورته خپل منصب تا حاصل کړی وای خو نه وتوانېدلاست سلامونه ورور ښه ان شاء الله خیراتي ده سلامات اوسې ورور ژوندی اوسې مننه کور مو ودان کېږي چې په لومړي سر کې خپل ځان معرفي کړئ راته سلامات اوسې مدبر یم د میلاد سیل د روابط او مارکیټینګ مسؤل ډېر ښه د نن ورځې نمایشګاه په اړه راته ووایه نن ورځې د پنځم دور ده ډېره زیاته مننه کور مو ودان ډېر داسې فرصتونه د افغانستان د صنعت او تولیداتو لپاره ډېر یو ښه فرصت دی چې موږ وشو کولی نړیوالو ته دا وښیو چې موږ نن سبا خپل ځان بسیاینې حالت ته رسېدلي یاستو تر څو چې د خارجي تولیدات خارجي واردات صادراتو نه د خیره خلاص شو خپل تولیدات ولرو او خپل تولیداتو باندې خودکفا اوسو نو په ضمن کې دا یو ښه فرصت دی چې هم زموږ هیوادوال راشي د دې نمایشګاه نه لیدنه وکړي او هغه محصولات چې موږ وړاندې کوو هغه د وویني او د هغې سره زموږ انجینران دي چې تخنیکي په برخه کې هم ورسره بحث وکړي چې تر څو دوی وشي کولی خپل اهداف چې انجینري په برخه کې دي او استحکامیت د سیخ چې دی دا توضیح شي ورته او هغې پوه شي چې په سټنډرد حالات کې میلاد سټیل همیشه تولیدات خپل لري دغه نمایشګاوې څومره ګټورې تمامېږي د ټولو چارواکو لپاره ټولو خلکو لپاره دا نمایشګاهونه ډېر ګټور په دې تمامېږي چې نور خلک دې ته هڅېږي چې راځي خپل تولیداتو نه حمایه کوي او دغلته چې څوک راغلي و دوی ټول په دې تعهد سره وو چې موږ بل د دې به داخلي تولیداتو نه استفاده کوو د افغانستان بله او د افغانستان ماشاءالله اوس داخلي تولیدات په نړیوال معیار سره برابر بخصوص د صنعت په برخه کې ټول تولیدات زموږ میلاد سټیل تولیدات ټول معیاري استاندارد لري نن سبا بیشتر از وطندارای ما خارج از کشور سرمایه گذاری میکنن سرمایه پول که ممکن بیشترش در افغانستان به دست آوردن ولی بیرون از کشور سرمایه گذاری میکنن پیام شما به او بعد مردم پیام ما برای اونهایی است که هر جای وطن نمیشه وطن است همینجا بیاین سرمایه گذاری کنن اگر داخل هم پیدا میکنین بیاین سرمایه گذاری تان ایجا کنین و او مفاد و او خوبیایی که در وطن شما میتونین تجربه کنین در خارج تجربه کرده نمیتونین و وطن ما را بسازین تا که مثل خارج وار مردم ها ایجا بیان با بازسازی و سرمایه گذاری خود بکنن یک حرکت ما باید کنیم در ابتدا تا دیگرها بیاین داخل بدون شک خاطرات بگوین از نمایشگاه ها در نمایشگاه قبلی هم بیشتر از وطندارای ما آمدن و پرسپال کردن از میلاد استیل دیدن کردن و بعدشان انتخابشان میلاد استیل بودن طبعا هموطنهای ما فقط یک حرکت اینجا نیاز است در افغانستان تا که بیاین ببینن استحکامیت میلاد استیل که ببینن اونا دیگه کمپانی را انتخاب نمیکنن بدون میلاد استیل به خاطر از اینکه ما نرم استاندارد به معیارهای استاندارد پیش میریم به خاطر از اینکه مشتری اگرچه تقاضای زیاد به شکل لوکال و چیزا کردن ولی ما معیار خود از دست ندادیم و نمیخوایم که از معیار جهانی که است از او بیرون بشویم. بله پیام اخیر شما پیام ایه به هموطنان ما که همیشه از تولیدات داخلی استفاده کنین و کوشش کنین که معیاری سازی استاندارد سازی دهی کوشش نهایی خود بکنن که تمام ابعاد خود معیاری بسازن. شکر سلامت بخیر باشین. سلام وقت شما بخیر خوب هستین ان شاء الله صحتمند هستین سلام تشکر زنده و سلامت باشین شما ان شاء الله خوب هستین بخیر سلامت زنده باشین میشه در نخست خود را معرفی کنین و شرکت خود را من انجینیر محب رحمان هستم از بخش دیزاین تیم شرکت آریاخان افغان
و آریاخان افغان در اصل یک کامپلکس از شرکت است که ما فعلا در 3 بخش فعالیت داریم. بخش معدن است و بخش سرک است و ریلوی است. بسیار خوب. معدن بیشتر از در کدام ولایت هست؟ معدن شما در تمام ولایت داریم. بیشترینش مثلا در بدخشان که معدن طلا داریم، یا در قندهار است که ما فعلا در بخش استخراج و اکتشاف و پروسس معدن زینک و سرب هستیم. معدن زینک ما استخراج میکنیم، سرب، رخام و سنگ مرمر. بسیار خوب. فروشات کدام سنگ بیشتر از در این اواخر در افغانستان؟ خب در افغانستان بیشترین فروشات که در این اواخر داریم و سنگ زینک است که ما قسمی که شما میبینید دو نمونیش هم در اینجا آوردیم که خود که سنگ زینک که رنگش یک کم خیره‌تر است، آهنش یک چیز بیشتر است، و سنگ زینک که سرخ است و یک چیز فیصدی آهنش کم است. بسیار خوب. دور پنجم نمایشگاه صنعت و معدن است. بله. چی تصور میکنین درباره از این نمایشگاه؟ خب نمایشگاه این رقم فرصت ها بسیاره که فرصت های خوب است برای تجارت ها، برای شرکت ها، یا با صنایع کوچک باشه چی بزرگ باشه که انکشاف کنن، رشد پیدا کنن، و این بسیار یک گام مثبت است در تجارت و صنایع افغانستان. چقدر تاثیرگذار است پخش یا نشر نمایشگاه ها به خاطر روحیه وطندارای ما، کسایی که خارج کشور سرمایه گذاری میکنن، پول گزاف اینجا بند میکنن، چقدر تاثیرگذار برایشون؟ طبعا تاثیر مثبت خود داره، چون چیز در داخل افغانستان سرمایه گذارای ما یا هموطنای ما است چی خارج از افغانستان است، اینا بعض مردم است واقعا که مطلع نمی باشند از بعض موضوعات، و با برگزاری همچنین نمایشگاه ها مردم میفهمند، و این یکی از خوبیش است که به خاطر تجارای ما چون اینا تشویق میشن که میتونن در افغانستان کار کنن، و این افغانستان به طرف خودکفایی سمت میده. نمایشگاهی که این بار یا روز اولیش که امروز بگویم فعالیت خود آغاز کرده، چقدر مفید تمام میشه برای شما و برای وطندارای ما؟ طبیعی گپ است که مفید است و برای ما خصوصا چون در بخش معدن کار میکنیم و در بخش ساختمان بسیار مفید است. یعنی یکی از برنامه‌اش گذاشتن تولیدات یا استخراج است که ما از معدن کردیم، و یا هم شما قسمی که میبینین پروژه معدن و ریلوی است. ما فعلا 4 پروژه ساختمانی داریم که 2 دانه سرک است، سرک جگدلک است و سرک فاریاب است، قیصر لامان است که پروژه در حال تطبیق است. دیگه پروژه خط ریلوی که است از نیمروز شروع میشه و تا اسپین بولدک. پروژه طرح دیزاین و سرویش با 2 شرکت ما بوده که انشالله تکمیل شد، و یک پروژه دیگه که از فاریاب به طرف هرات است، پروژه ریلوی است که عملا در حال تطبیق است. در حدود 170 کیلومتر پروژه ریلوی هم فعلا ما تطبیق. گپای خوب را اشاره کردین. از گپایتون گرفتم که بیشتر از پروژه های شما عامل منفعه می باشه. بله، بیشترین پروژه های ما عامل منفعه است و ما واقعا افتخار میکنیم که در پروژه ملی سهم داریم و کوشش میکنیم در آبادی وطن. من حیث یک جوان، من حیث یک افغان، بدون مفاد مادی، مفاد معنوی را چقدر در نظر دارین شما؟ خب این طبیعی گپ است که در هر کار مفاد مادی و مفاد معنوی حتما سنجیده میشه، ولی نسبت به مفاد مادی از این که با شرکت می باشه یا با دولت است، بیشترین مفاد معنوی است که هموطنان ما میتونن از استفاده کنن، و این پروژه است که زیر ساخت است در افغانستان، و این خودش نمایانگر ازی است که افغانستان در حال ترقی است. و خوشبختانه این پروژه دیزاین و طرح ریلوی یا تطبیق ریلوی است که در افغانستان، یعنی طرحش دیزاینش بیشترش انجینرهای خود افغانی است. در مسیری که از نیمروز میاد به طرف اسپین بولدک، در مسیر ما شما در حدود 17 دانه پل داریم که بسیار کلان پل است. این طبیعی گپ است که دیزاینش انجینرهای افغانستان میکنه، تطبیقش طرف توسط خود افغان‌ها میشه، یعنی یک بسیار گام مثبت است و بسیار یک سود معنوی داره به افغانستان. در اخیر اگر یک پیام از شما داشته باشیم؟ پیام برای هموطنان ما، برای دوستایی که ما را تماشا دارن، پیام اینمی است که دست به دست هم داده در خودکفایی و در ترقی وطن کوشش کنیم. تشکر، سلامت بخیر. سلامت باشید.
سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ ان شاء الله صحتمند هستین؟ علیکم سلام، سلام علیکم. خوب هستین؟ خدا کنه جور صحتمند باشین. بخیر، خوب سلامت انشالله. زنده باشین. میشه خود معرفی داشته باشین؟ قربان تشکر. نام سورت سلطانی است. کارمند فروش صنایع دستی است. بسیار خوب. درباره افتتاحی نمایشگاه امروزی بگوین. است. امروز چهارشنبه است دیگه، نمایشگاه هفته صنایع است. دیگه ما به خاطر نمایش آمدیم اینجا صنایع دستی برای فروشات از شرکت امارتی صنایع دستی آمدیم. دیگه چیزای از صنایع دستی آوردیم برای فروش. بسیار خوب. در مجموع بگم که فعلا بازار چطور است؟ سنگ‌های قیمتی زیاد خریدار داره و یا هم صنایع دستی؟ بازار خوب است ان خوب است فضل خدا الحمدلله. دیگه با دیگه بخش فروشات که است سنگ‌های قیمتی هم فروشات داره، از چند باب است. دیگه می چیزایی که زیاد که فروشات داده این بازار، این بسیار مردم از چند باب میخرند. بله. سنگ‌ها کدام سنگ‌ها است؟ سنگ‌های لاجورد است، دیگه سنگ‌های رخام است، دیگه سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی است. بسیار خوب. قیمتی ترین جنسی که فعلا پیش شما است تا چند است؟ قیمتی ترین جنس پیش ما که است تا 7000 افغانی. 6000. بله افغانی. همین بشقاب است؟ این بشقابای که است از سنگ‌های لاجورد است. بله. دیگه ساخت دست خود ماست. دیگه جور میکنیم. دیگه این سنگ‌های که است یا از دست خود ماست. بله بله. دیگه از جام است، جام ایرات است. دیگه سنگ‌های مختلف است. سنگ شام مقصود است، سنگ لاجورد است، سنگ رخام است. دیگه سنگ‌های مختلف نوع است. بیشتر سنگ‌ها از ولایت بدخشان و پنجشیر می باشه تا جایی که فکر می‌کنم. بیشتر سنگ‌ها از ولایت‌های مختلف است. بدخشان است، دیگه هلمند است، دیگه از ایرات است. دیگه می سنگ‌های که میان. فروشات کدامش است؟ رخام است، لاجورد و یا هم سنگ دیگه چی گفتین؟ شام مقصود. شام مقصود. فروشات که هست زیاد که مردم میخرن، همین سنگ‌های لاجورد است و شام مقصود هم زیاد میخرن. اما رنگ لاجوردیش از دیگه معلوم میشه. یعنی این رنگش رنگ فرق لاجوردی است. نمیکنه. نه خیر نه. رنگ لاجوردی رنگ خودش است و هیچ فرق نمیکنه. رنگ تغییر نمیکنه. بازار این دور چطور است؟ خوب است ان شاء الله. الحمدلله خوب است. دیگه بازار این دور تا فعلا نه افتادش است. دیگه خدا مهربان بود. بیروبار میشه ان شاء ان الله. شاء الله خوب است. نه امروز افتادش شد. دیگه بازی به خدا مهربان است. این نمایشگاه ها چقدر مفید تمام میشه به شما و به وطندارای ما؟ برای مردم خود ما خوب است. کسی بیان دیگه اینجا سرمایه‌گذاری کنن ان شاء الله میشه. برایشون یک دستاورد میشه به هر جایی که در سطح داخل کشور خارج کشور که مردم ببینن یک برشون چیز میشه که برشون دیگه میتونه مردم بر فرمایشات بتن از هر نگاه، از سنگ باب، از دیگه چند باب. بله. ما این چند باب خود ما جور میکنیم. دسکاول است، بسیار دسکاول ظریف مقبول است. بله. از چند بز است. این خود ما جور میکنیم. نام خدا، نام خدا. بسیار شبک مقبول شاید داره. قیمتی هم باشه. نه بسیار ارزان است. بسیار خوب شما است. بله. این دسکاول زنانه است. دیگه تو بنده کم داره. قیمتش میتونم بپرسم؟ قیمت از 700 پس. 700 افغانی؟ بله. بسیار چیزا که و بسیار چند محکم است. بله بله. دیگه این هم کاسه بکسکای جیبی سیقاد است. این از چند بز است. بسیار محکم. دیگه با خود روز به روز این چند ماه تغییر میتن. با این قسم میشن. رنگ تغییر میتن یا. فروشات به خارج کشور هم دارین یعنی؟ ان شاء الله بله. در خارج کشور هم داریم، در داخل کشور هم داریم. دیگه 6-8 نمایندگی داریم. نام خدا. دیگه خود کابل است. دیگه در خارج کشور از طریق از میو روان میکنیم، از طریق کارگو روان میکنیم. دیگه ما از جواز صنایع دستی برای صد افغانستان تولید میکنیم، روان میکنیم برشون. دیگه می خامک دوزی است کار دست خود ما است. دیگه چند باب است. بسیار خوب. وطندارای ما مسیج میکنن از که خارج کشور که مثلا این جنس ما خوش کردیم از طریق آنلاین. ما از طریق آنلاین دیگه کار ان شاء الله کاربار رو شروع کردیم. دیگه از طریق آنلاین چیزایی که در صفحات که اجتماعی انداختیم مثلا اینستاگرام است، یوتیوب است. دیگه می چیزا انداختیم. دیگه باز فروشات داریم از طریق آنلاین. چون فعلا دنیای مجازی است. بله صفا. متوجه پس. اما دیگه بس دیگه مردم زیاد که چی میکنن از نقاب میکنن از طریق آنلاین فروش میتن. مثلا ما از طریق آنلاین این سال زیاد چیکه ما فروش رسوندیم. بله. ما سعی میکنیم دست صفحات مجازی بازار سفارش میتن برشون روان میکنیم. تشکر، سلامت زنده باشین. قربان روز خوش. بخیر باشین.